سلام به همگی. رسیدیم به مهمترین و حساس‌ترین بخشای دوره. استراتژی نویسی برای معامله و سود گرفتن توی بازارهای مالی به امید خدا. طبق همون چیزی که قول دادیم و داریم پیش میبریم دوره رو، من سعی میکنم تمام مفاهیم، تمام اصول و تمام مراحل رو به ساده ترین و مفهومی ترین شکل ممکن بهتون برسونم توی دوره آموزش ترید به سبک مرز که بتونید بهترین نتیجه ها رو بگیرید. توی مراحل استراتژی نویسی هم تا الان 3 مرحله رو بهتون گفتم. مرحله اول انتخاب تایم فریم بود، مرحله دوم انتخاب نماد معاملاتی و مرحله سوم هم انتخاب سشن معاملاتی بود که گذاشتمشون به عهده خودتون. نکاتش رو هم توی قسمت قبل کامل گفتیم، چون دلم نمیخواد همتون رو بخوام مجبور کنم به کاری که خودم دوست دارم، فقط بگم روی چارتی که من میگم، روی نمادی که من میگم، روی تایم فریمی که من میگم حتما باید ترید کنید. نه، فرقی نمیکنه. اینو انتخابش رو گذاشتم با خودتون. حالا بریم و ادامه مطالب و مراحل نوشتن استراتژی نویسی قوی و اصولی رو بهتون بگم. خب تا اینجای مطلب تایم فریم مناسب خودتون، نماد مناسب خودتون و سشن مناسب خودتون رو باید پیدا کرده باشید دیگه. حالا موقع رفتن به معامله است. بریم که کار رو در بیاریم. ولی اینجا یه سوالی مطرح میشه. من لباس چی بپوشم؟ من چی بپوشم؟ آدم هر جایی که میخواد بره باید لباس مناسب اونجا رو بپوشه. مثلا اگه بخوای تا سر کوچه بری با شلوارک و رکابی میری دیگه. اگه رفیق صمیمیت زنگ بزنه بگه بیا بریم یه دوری بزنیم، دیگه با شلوارک و رکابی نمیری، یکم لباس مناسب تری میپوشی. اگه بخوای بریم مهمونی، یکم اون لباسه رو رسمی تر میکنی و شیک تر میپوشی. بگن اون مهمونی خیلی رسمی هست، دیگه تیشرت و آستین کوتاه هم نمیپوشی. اگه بخوای بری سر کار، لباست متفاوته. خدایی نکرده کسی فوت کرده باشه، لباست توی اون مراسم هم مطمئنا متفاوته. یعنی هر کسی اومد بهت گفت بریم، سوال اول تو اینه من لباس چی بپوشم؟ من چی بپوشم؟ یعنی کجا میخواییم بریم تا من با توجه به اون جایی که میخواییم بریم لباس مناسب خودم رو انتخاب کنم. حالا این دقیقاً کاری هست که شما توی ترید و استراتژی نویسی هم باید انجامش بدید. یعنی به محض این که گفتی میخوام بشینم پای چارت ترید کنم روی همون تایم فریم و نماد و سشنی که قبلا بهت گفتم، مرحله بعدیش اینه که باید بپرسی کجا میخواییم بریم و جواب این کجا میخواییم بریمت میشه مرحله 4 استراتژی نویسی. پس مرحله 4 استراتژی نویسی میشه تعیین ساختار یا همون چرخه بازار. این مرحله خیلی خیلی مهمه توی موفق شدن توی استراتژیتون و سود گرفتن از مارکت. چرا خیلی مهمه؟ چون یهو بلند نمیشی با شلوارک و رکابی بری جلسه مهمونی رسمی. این نموداری که براتون درست کردم و از اول دوره دارم در اختیارتون قرار میدم و مدام بهش رفرنس میدیم و مدام توضیحش میدیم، خیلی خیلی ساده و در عین حال مفهومی و کاربردی هست که شما بتونید تشخیص بدید توی کدوم چرخه بازار هستید. پس مرحله 4 استراتژی نویسی اینه که تشخیص بدی توی کدوم یک از این چرخه ها هستی و وقتی نشستی و یه چارت رو شروع کردی نگاه کردن بتونی تشخیص بدی که الان توی کدوم چرخه قرار گرفتی. یعنی هر بار که شما به نماد معاملاتی که قرار هست تریدش کنی توی تایم فریم و سشنی که از قبل مشخص کردی، باید این سوال رو از خودتون بپرسید: الان کجاییم؟ تو کدوم یک از این چرخه ها هستیم؟ حالا اصلا چرا باید این سوال مهم رو از خودت بپرسی؟ چون خیلی مهمه، به دقت گوش کنید. باید این مسئله رو درک کنی کامل. چرایی این موضوع رو باید با گوشت و استخونت متوجه بشی. پس دلیلش خیلی واضحه، چون توی هر کدوم از این چرخه ها رفتار و استراتژی شما متفاوته. برای همین باید به شدت دقت کنید که بتونید تشخیص بدید توی کدوم چرخه هستید، کجای این نمودار قرار گرفتید. بعد که تشخیص دادید مثلا توی رنج هستیم از نوع برا، بعد بری توی کمد لباسیت از توی گنجه
ببینی برای معامله مثلا توی براد رنج استراتژی داری یا نداری. اگه استراتژی داشتی اون رو از گنجه بکشیش بیرون، بری از اون براد رنج با اون استراتژی سود کسب کنی. گرفتی چی شد تا اینجا؟ بذارید هنوز ساده ترش کنیم. یعنی شما نمیتونی یه استراتژی بنویسی و همه جا توی همه چرخه ها ازش استفاده کنی. استراتژی که برای روند از نوع مثلا اسپایک نوشتی رو دیگه نمیتونی توی رنج از نوع تایت هم بپوشیش. با رکابی و شلوارک انگار رفتی مجلس تحریم. تو مجلس تحریم شاید فقط بهت بخندن، ولی توی بازارهای مالی هر چی داری رو ازت میگیرن. یه بار دیگه ساده ترم میگم، به دقت توجه کنید. ببینید شما برای معامله توی هر کدوم از این چرخه‌ها باید استراتژی‌های متفاوتی داشته باشید. حالا توی واقعیت وقتی نشستی پای چارت و خواستی ترید کنی و مثلا تشخیص دادی که الان کانال از نوع تایت هست، اگه از استراتژی از قبل نوشته شده و دقیق و مشخص شده داشتی براش، استراتژیت رو میاری بیرون و شروع میکنی اجرا کردنش. اگه برای اون چرخه مارکت مثلا استراتژی نداشتی یا هنوز به استراتژی خاصی نرسیدی، یا نه حتی استراتژی هم داری ولی نصف و نیمه است و هنوز خیلی ازش مطمئن نیستی، به هیچ عنوان حق نداری توی اون مارکت وارد بشی و شروع کنی ترید کردن توی اون چرخه. فقط و فقط در صورتی حق داری توی اون چرخه مارکت وارد بشی که براش استراتژی داشته باشی. پس تشخیص چرخه‌های مارکت خیلی مهمه توی سبک ترید ما. توی فصل قبل هم نحوه تشخیص هر کدوم از این چرخه ها رو کامل گفتیم که چه نشونه هایی دارن. میری کامل نشونه ها رو میخونی، تمرین میکنی تا به تسلط برسی که وقتی نشستی پای چارت سریع بتونی تشخیص بدی توی کدوم چرخه‌ای و سریع بتونی استراتژی مناسب اون چرخه رو که داری اجراش کنی. مرحله چهارم استراتژی نویسی پس شد تعیین چرخه بازار. بعد خیلی هم براتون راحتش کردم خدایی. این نمودار رو پرینت کنید، اصلا شبا بذارید زیر سرتون، زیر بالشتون و مدام بهش نگاه کنید. بعد وقتی به چارت جلو شروع کردی نگاه کردن، با جواب و سوالای دو گزینه خیلی ساده میتونی چرخه معاملاتی رو تشخیصش بدی. مثلا چارت رو بذار جلوت، بعد از همون بالا که نمودار هست شروع کن پایین اومدن. از خودت بپرس آیا این رونده یا رنجه؟ بعد مثلا جوابت اینه که روند هست. بعد بگو آیا این روند از نوع اسپایک هست یا کانال؟ ویژگی کدوم رو داره؟ مثلا میگی کانال. دوباره بپرس حالا کانالمون براد هست یا تایت؟ دوباره نشونه ها رو که قبلا بهت گفتم چک کن، ببین کدومه، ویژگی براد رو داره یا ویژگی تایت رو داره. مثلا چک میکنی میبینی تایت هست. گرفتی داریم چی کار میکنیم؟ این نمودار رو گذاشتی جلوت، داری یکی یکی سوالای دوتایی از خودت بپرسی و به یکیش جواب میدی، یکیش رو مشخص میکنی و مسیرت رو ادامه میدی. خب بعد از اینکه تشخیص دادی که حالا این کانال مثلا از نوع تایت هست، سریع میری توی گنجه و استراتژی که قبلا برای حضور توی بازاری که توی چرخه کانال از نوع تایت بود نوشتی رو در میاری و شروع میکنی ازش استفاده کردن و سود میگیری. پس بهترین و ساده ترین راه حل اینه طبق همین نمودار سوالات دو جوابی مدام از خودت بپرسی تا بری و برسی به چرخه‌ای که بازار داره داخلش رفتار میکنه. این مرحله از استراتژی نویسی خیلی 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 نیاز به تمرین داره، خیلی نیاز به تکرار داره تا شما به تسلط برسی. پس به عنوان تمرین از این به بعد نماد معاملاتی و تایم فریم و سشنی که انتخاب کردی رو هر روز توی اون تایم مشخص خودش باز میکنی. بعد این نمودار و نشونه های تشخیص چرخه‌ها که توی فصل قبل گفتم رو میذاری جلوت، میذاری کنارت و مدام از خودت میپرسی که توی کدوم چرخه هستی، الان مارکت داره چی کار میکنه. از الان به بعد تا زمانی که شما قراره ترید کنید، انشالله تا 120 سال دیگه، این کار هر روز شما هست. یعنی میشینی به چارت نگاه میکنی و سعی میکنی چرخه‌ای که مارکت داخلش الان قرار داره رو تشخیصش بدی، مشخصش کنی. این مرحله رو اگه بتونید خوب انجامش بدید و دقیق انجامش بدید و با حوصله انجام بدید، خیلی خوب و پرسودتر میتونید از مراحل بعدی استراتژی نویسی استفاده کنید. الان متاسفانه
خیلی از بچه‌های قدیمی‌تر درگیر همین موضوع هستن و نمیتونن سودده بشن. حالا یا استراتژی ندارن یا همون یکی دو تا استراتژی هم که دارن توی همه چرخه‌ها میخوان ازشون استفاده کنن. استراتژی برای کانال نوشته، خیلی خوبم هست، خیلی خوبم میتونه توی کانال ازش سود بگیره، ولی ازش مثلا توی اسپایک و توی رنج هم استفاده میکنه. پس پله و فاکتور مهم برای استفاده از استراتژی نویسی اینه که با سوالات دو جوابی بری خودت رو برسونی به چرخه‌ای که مارکت الان داخلش هست. بعد دیگه باقی مراحل استراتژی نویسی که خواهم گفت رو روی اون اجرا کنی، توی اون چرخه‌ای که پیداش کردی. تمرین و تکلیف شما پس شد این: هر روز میشینی به چارتی که طبق 3 مرحله قبل مشخص کردی نگاه میکنی. اینجور هم خیلی روی مرحله 4 استراتژی نویسی تسلط پیدا میکنی. یه خوبی دیگه هم داره که کم کم به رفتارها و حرکات اون نمادی که انتخاب کردی چشمت عادت میکنه، یه جورایی باش ارتباط میگیری، باش انس میگیری، بهش عادت میکنی که اینم خیلی مهمه و توی نتایج شما خیلی میتونه تاثیرگذار باشه. چون گفتیم هر نماد معاملاتی رفتارها و حرکات متفاوت و مخصوص به خودش رو انجام میده. شما باید توی اون نماد معاملاتی به دیدن اون حرکات و رفتارها عادت کنید که ما بهش میگیم مارکت شناسی. پس هم داری با این تمرین روی مرحله 4 استراتژی نویسی تسلط پیدا میکنی، هم یه جورایی مبحث مارکت شناسی رو برای خودت داری حلش میکنی. فکر نمی‌کردم توضیح این مرحله 4 اینقدر طولانی بشه و اینقدر طول بکشه، ولی دلم نمیاد مطلبی رو ناگفته بذارم چون خیلی مهمه و توی نتایج شما خیلی میتونه تأثیر بذاره. و میدونم که بعضیاتون سرسری میگیرید و فکر میکنید اینا خیلی نکات ساده و پیش پا افتاده‌ای هستن، ولی همین نکات ساده است که تفاوت یه تریدر موفق و یه تریدر شکست خورده رو نشونش میده. من میدونم که اگه این مرحله رو سرسری بگیریدش، بهترین استراتژی رو هم که داشته باشی نمیتونی ازش سود بگیری. یعنی شما بهترین استراتژی رو بنویسی طبق مراحلی که حالا خواهم گفت، بازم نمیتونی ازش سود بگیری اگه نتونی تشخیص بدی توی کدوم چرخه مارکت ازش استفاده کنی. این مرحله رو خیلی خیلی تمرین کنید تا به تسلط برسید. سایر مراحل رو هم توی یه ویدئوی بعدی بهش میرسیم به امید خدا. مرج هستم و بهترین ها رو براتون میخوام. یا حق.